مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت دزد کیسه‌بر خبر داد که در بازار کاروان عمل میکرد و در بین همگی کمتر از یک ماه جیب و سمکه دست کم 5 نفر را خالی کرده، پول و تلفن و آرایشات طلایی آنها را به مبلغ 42,000 سامانی رفته است. معلوم می شود که این دزد ماهر که در یک ماه $3,800 کار کرد یک جوان زن بوده است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی، به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه فردوسی با عریضه زن 40 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 6 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 11:30 شخص نامعلوم در داخل بازار کاروان شهر دوشنبه با راه پنهانی از داخل جزدانش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A12، یک عدد دستمانه طلایی، یک عدد انگشترین طلایی و 500 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانده شده 4249 سامانی را تشکیل داد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، زن 30 ساله ساکن نوحه بلجوان با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این زن به آن گمان بر می شود که با همین راه روز 9 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 15:30 در داخل همین بازار کاروان با راه پنهانی از داخل انبیان زن 34 ساله ساکن شهر دوشنبه 15 سامانی، $200 امریکایی و انگشترین طلایی و 2 عدد شناسنامه ملی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانده شده 25,000 سامانی را تشکیل داده است. همزمان گمان بر شونده با همین راه 9 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 15:30 در داخل بازار کاروان با راه پنهانی از داخل انبیان زن 59 ساله ساکن پایتخت یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی 5، یک عدد شناسنامه ملی و 30,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانده شده 4,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همین طریق گمان بر شونده با همین راه 26 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 14:30 در داخل بازار کاروان با راه پنهانی از داخل همیان زن 45 ساله ساکن شهر دوشنبه 30,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. گمان بر شونده به کردار جنایی خود ادامه داده 2 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 12:30 در داخل بازار کاروان با راه پنهانی از داخل خلطه پولوئتیلنی یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ که به زن 66 ساله ساکن نوحه رودکی تعلق داشت دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر به این زن رسانده شده 9,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در مجموع ضرر به مردم رسانیده این زن 42,249 سامانی یا تقریبا $3,800 را تشکیل داده است. تفصیلات دیگر پرونده دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیق این حادثه ها ادامه دارد. ماده 244 قسم دوم کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جزا برای دزدی وابسته به حالتهای چنین جنایت و عاقبت‌هایش از 2 تا 12 سال زندان را پیش بینی می‌کند. اما با جرم دزدی در تاجیکستان اکثرا مردم به دست می‌افتند. دست به دزدی زدن زنان و دختران در تاجیکستان حادثه نادر است، چون که در جامعه دزدی کردن زن یک عمل ننگین به شما رفته او و خانواده‌اش را دچار شرمساری و بدنامی می‌کند.